الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. بعد از حمد خداوند و درود بی پایان بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، انشاءالله امشب درباره عقیده اهل سنت و الجماعت، درباره اصحاب پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم. صحابه کی را میگویند؟ ابن حجر رحمت الله علیه میفرماید: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. از همه تعریف مهمی که عالم‌ها این را اعتماد کردن درباره صحابی آن است که صحابی کسی را میگویند که او با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روپرو شده باشد و با پیامبر ایمان آورده باشد و از دنیا به ایمان گذشته باشد. و کسی که پیامبر را دیده باشد و به او ایمان آورده نباشد، او صحابی نیست. یا به او ایمان آورده باشد بعد از آن کافر شده باشد، او صحابی نیست. صحابی کسی را میگویند که او با پیامبر ایمان آورد و پیامبر را دید، یعنی روپرو با پیامبر ایستاد و از دنیا گذشت حال آن که او مسلمان بود. در این جمله و در این تعریف کسانی هم می‌دانند که اونها کور بودند در زمان پیامبر، لیکن پیامبر خدا را ندیدند، لیکن از جمله صحابه شماریده میشن، مثل عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه. امام طحاوی میگوید که و نحب اصحاب النبی، و ما اهل سنت و جماعت دوست می‌داریم صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم را. خداوند میگوید: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد پیامبر و فرستاده الله جل شأنه و اون کسانی که با محمد هستند و با پیامبر ایمان آوردند، اونها کسانی هستند که با کافران سختگیری می نمایند، لیکن با مؤمنان ملایم و رحمدل هستند. خداوند میگوید: یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. آن روزی که الله جل شأنه پیامبر خود را خوار نمی کند و پیامبر خود را سرپست نمی کند و آن کسانی که با پیامبر بودند و آن اصحابی که با او ایمان آوردند، الله جل شأنه هیچگاه اونها را سرپست نمی کند. علما در فصل صحابه می فرمایند که اصحاب پیامبر کسانی بودند که قسم به خدا اگر ما 40 سال اگر عبادت کنیم، یک لحظه که اونها همنشین با پیامبر، همنشین با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن، این از همه 40 سال عبادت ما به است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید: والذی نفسی بیده لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. قسم بر خدایی که جان محمد در دست اوست، اگر شما مثل کوه احد اگر در راه خدا صدقه کنید، چنین یک کف یا از یک کف کمتره که اصحاب پیامبر رضی الله عنهم در راه خدا صدقه کردند، با اونها برابر نمیشوید. زیرا اونها در روز صدقه کردند، در روز دفاع از پیامبر گرامی صلوات الله و سلامه علیه کردند که همه دشمن پیامبر بود. آن روزی که اونها مال را در اختیار پیامبر گذاشتند که همه مال را از پیامبر منع میکرد و نمیگذاشت که یک سوم یا یک تنگه طلایی در دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بروند. آن روزی که اصحاب پیامبر تمام منصب و دارایی و خانه و مال ملک خود را
برای پیامبر پرتافتند و اختیار خدا و پیامبر کردند که مردم در حق خانه و در و مال از پیامبر دوری جستند. روز اصحاب پیامبر جان خود را در راه خدا داد که برای دیگران جان نهایت شیرین بود. بر همین خاطر است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و الله ذوالجلال این فدایی اون اصحاب رسول الله را دید و این جوانمردی اونها را دید که گفت ای امتان محمد، ای بندگانم تا قیامت اگر از کوه احد زیاد در راه خدا سر کنید مثل اصحاب پیامبر شما اجر ثواب نمیگیرید. حتی از بین اصحاب پیامبر کسانی که پیش از فتح مکه در راه خدا دادند، پیش از هجرت پیامبر در راه خدا دادند، مرتبه اونها و فضل و کرم اونها و ثواب اونها بیشتر و بالاتر است از کسانی که بدتر ایمان آوردند. امام طحاوی رحمت الله علیه میگوید لا نفرط فی حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم. ما اهل سنت و جماعت اونقدر زیاد مثلا دوست نمیداریم که در اصحاب پیامبر غلو نماییم که اونها را به درجه پیغمبر یا به درجه خدا اونها را قرار بدیم. ما هر انسان پیامبر درجه خود میتیم، صحابه را درجه خود میتیم، اولیاء را درجه خود میتیم، عامه مردم درجه خود میتیم و هیچگاه پیامبر صفت خداگی نمیتیم یا اصحاب پیامبر صفت خداگی و صفت پیامبری نمیدیم. این تعلیمات رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که رسول خدا میگوید لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد الله و رسوله. رسول خدا میگوید که من اون قدر زیاد تعریف نکنه که ای تعریف کردن من صفت خداگی بکیه همچنانه که پیروان عیسی حضرت عیسی را عیسی تعریف کردن بچه خدا گفتن عیسی خدا گفتن به خدا کافر شدن به الله جل شأنه شرک آوردن. ولا نتبرأ من احد منهم و از اصحاب پیامبر بیزاری نمیجوییم. ما اهل سنت و جماعت دوست میداریم اصحاب پیامبر، همه اصحاب پیامبر را دوست میداریم موافق به آن مرتبه که اصحاب پیامبر داشتند. هر کسی که پیامبر خدا را دید و در صحبت او نشست و از دنیا مسلمان گذشت او صحابه است، ما اونها را دوست میداریم. میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. ای اهل سنت و الجماعت، ای امتان من، شما مثل کسانی نباشید که اونها اصحاب پیامبر را دشنام میدهند. از پروردگارتان بترسید، از پروردگارتان بترسید. اصحاب من هدفی دشنام خود و هدف حقارت خود قرار ندهید. پیامبر گرامی میفرماید لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم. بعد از مرگ من اونها را هدف حقارت، هدف طعنه، هدف بخیل گفتن، هدف کافر گفتن اونها را نگویید. کسی که اصحاب پیامبر را بد میبیند، کسی که اصحاب من را بد میبیند، رسول خدا میگوید امه را بد دیده است و کسی که صحابه را دوست میدارد امه را دوست داشته است. از این احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فهمیده می شود که کسی اصحاب پیامبر را بد دیده است او پیامبر را بد دیده است و کسی که اصحاب پیامبر را دوست می دارد او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دوست می دارد. خوشا به حال آن کسانی که ابوبکر و عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین این برادران اسلامی را دوست می دارد. خوشا به حال آن کسی که اصحاب رسول را هم اصحاب پیامبر را دوست می دارد. وای به حال آن کسی که یکی از اصحاب پیامبر را بد می بیند یا یکی از اصحاب پیامبر را کافر می گوید. امام احمد، امام مالک و زیاده از اصحاب پیامبر می گویند که کسانی که اصحاب پیامبر را دشنام میدهند آنها مسلمان نیستند. بشر رضی الله عنه میگوید من سب اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم فهو کافر و ان صلى والحج
حج و صام. بشر رضی الله عنه میگوید که کسی اصحاب پیامبر را دشنام میگوید، حقارتشان میکند یا کافرشان میگوید یا میگوید که اونها بدین بودن یا منافق بودن یا اونها دنیا را دوست میداشتن و به خاطر دنیا جنگ کردن و به خاطر دین جهاد نکردن، به خاطر دین از پیرو از پیامبر نشدن، اونها کسانی هستند که به قرآن محمد کافر هستند. اونها کسانی هستند که به رسول خدا ایمان ندارند. اونها کسانی هستند که اگر نماز و روزه و حج هم بروند اونها مسلمان نیستند. این عقیده امام مالک، امام احمد و ابو حنیفه و عقیده اصحاب پیامبر رضی الله عنهم اجمعین است. و امام طحاوی میگوید و نبغض من یبغضهم، و کسانی که اصحاب پیامبر را بد میبیند ما اونها را بد میبینیم، و کسی که اصحاب پیامبر را دشمنایی میکند ما اونها را دشمنایی میکنیم. رسول خدا میگوید لا تصحبوا اصحابی فوالذی نفسی بیده لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. شما اصحاب من دشنام ندهید. علما میگوید که این نهی هست کمترین گناهی که در دشنام دادن اصحاب پیامبر است این است که اون انسان مرتکب حرام شده است. باز امام طحاوی میگوید رحمت الله علیه و نرى حبهم دینا و ایمانا و احسانا و نرى بغضهم کفرا و شقاقا و نفاقا و طغیانا. امام طحاوی میگوید که ما دوستداری اصحاب پیامبر را دین میدانیم. هر کسی که اصحاب پیامبر را دوست می‌دارد او خدا را عبادت کرده است، او با دین اسلام پیروی کرده است، او محمد صلی الله علیه و سلم را پیروی کرده است. و دوست داشتن اصحاب پیامبر خود ایمان است. رسول خدا میگوید که ای انصاریان، ای اصحاب پیامبر، ای کسانی که محمد را در خانه‌هاتان جا داده، اصحاب محمد را نگاه کرده، شما را بد نمیبیند مگر منافق. انسانی که در درونش کسل کفر دارد، کسل نفاق دارد، او بد میبیند کسایی را که اونها اصحاب پیامبر، اونها پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم را در وقت مشکلاتش کمک کردند. با والله قسم اصحاب پیامبر کسانی بودند که به خاطر پیامبر گرامی از زن و فرزند، از پول و مال، از خانواده بیخانه شدند به خاطر اصحاب پیامبر. بعضی بدبخت ها میگویند که ابوبکر به زوری خلافت را گرفت. این طور نیست. اگر ابوبکر میخواست که پیامبر را بکشد یا پیامبر را در دست مشرکان بدهد، آن روزی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در غار حرا بجا بود، آن روز حتما در غار ثور بجا بود، آن روز حتما از همون غار می‌آمد و مشرکان میگفت که پیامبر گرامی همینجا است، ایرا بکشید، صد شتر میگرفت. لکن در روزهای سختی ابوبکر و باقی اصحاب پیامبر و عمر و عثمان و علی و همه اصحاب پیامبر در روزهای سختی جان خود را برای پیامبر فدا کردند، مال خود را برای پیامبر دادند، همه بایگری خود را برای پیامبر دادند تا این که دین پیامبر نصرت بیاورد. وقتی که رسول خدا مشوره جنگ بدر میکرد، از هر کس مشوره میپرسید، مردم انصار، مردم مدینه خف کردند. وقتی فهمیدند که رسول خدا همینها را میخواهد که اینها طرفداری کنند، یکی از اونها خیست گوی رسول خدا ما فهمیدیم که تو ما را اشاره میکنی که تو شما اصحاب مدینه ما را یادم میکنی یا نمیکنی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم سکوت را اختیار کرد. گو والله رسول خدا امر موکه که از همین بحر بگذریم، ما از همین بحر میگذریم. چنان پیرو از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودند که حتی یک سنتی رسول الله را در زمین نمیگذاشتند، حتی یک عادت پیامبر را در زمین نمیگذاشتند. امام طحاوی رحمت الله علیه میفرماید که و بدبینی اونها کفر است، بدبینی اصحاب پیامبر کفر است و بدبینی اصحاب پیامبر بدبختی است و بدبینی اصحاب پیامبر نفاق و سرکشی است. نفاق او را میگوید که در درون به خدا کافر است، لیکن در ظاهر خودش مسلمان میگه، خطیب نماز میخونه، با همراهی حج میروه، خطیب مسلمان ها روزه میگیره، لیکن اصحاب پیامبر کافر میگه. این انسان منافق میگن. ابوبکر
ابوبکر ابن جساس رحمت الله علیه و دیگر از علمای اهل اسلام میگویند که کسانی که اصحاب پیامبر را دشنام میدهند، خصوصا کسان اشراکی، در اونها نصی صریح است که اونها از اهل جنت هستند، اونها از کسانی هستند که پیامبر اونها را بشارت بر جنت داده است. این نمود انسانها به خدا کافرند و کسانی که زنهای پیامبر را دشنام میدهند یا تهمت میکنند از جمله عایشه را، اونها مسلمان نیستند، اگرچه که در مجتمع مسلمانی هست، لباس مسلمانی دارد، سله مسلمانی دارد، ریش مسلمانی دارد، نماز مسلمانی میخواند، او مسلمان نیست. والله که اگر پیامبر دوست بدارد، اگر اصحاب پیامبر دوست بدارد، اگر دین خدا را دوست بدارد، او هیچ وقت اصحاب پیامبر رضی الله عنهم را دشنام نمیدهد. اصحاب پیامبر کسانی بودند که جان خود را دادند تا ما ایمان بیاریم، فرزندان خود را در راه خدا دادند تا همه شهرهای اسلامی موزه ایمان آوردند به خدا و پیامبر. اونها جان، مال، تمام بایگری خود را دادند به خاطر که مردم آسیا، مردم تاجیکستان مسلمان شوند، از عبادت مردم به عبادت خدا یکتا بگذرند. امام طحاوی میگوید و نثبت الخلافة بعد النبي صلی الله علیه و سلم اولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وتقديما على جميع الامه تفضيلا له. امام طحاوی میگوید رحمت الله علیه که ما خلافت بر ابوبکر به خاطر پیشتازیش در اسلام، به خاطر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم او را از همه بالا میدانست، خلافت در ابوبکر یک میدانیم، بعد از آن در عمر میدانیم، بعد از آن در عثمان میدانیم، بعد از آن در علی رضی الله عنه میدانیم. رسول خدا میگوید که خلافت بعد از من 30 سال است، بعد از او پادشاهی سر میشود. علما میگوید که این 30 سال خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی و 6 ماه خلافت حضرت حسن رضی الله عنه. در آخر دعا کنید که اللهم دستواری اصحاب پیامبر برای هر یکی ما و شما نصیب گرداند. اللهم اجعل عملنا كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين.